سلام و درود رفقا، خیلی خوش اومدین با یه ویدیو خفن. میخوایم بریم حفاران بچه ها این دومین باره که میام حفاران، ولی گفتم خب ویدیوشو براتون بگیرم که بچه ها نگاه کنن. اونایی که رده های خیلی پایین هستن نگاه کنن. بچه ها 3 ست کلانتر مکس رو بردم، اسکاپیل رو بردم، دوتا حالا وینچستر رو بردم، افسر رو بردم، حالا سنگر رو بردم، هیل رو بردم، غذا خوردم که حالا حدوداً 4700 تا اسپی پر شده. خب اینجا بچه که اگه حداقل اینقدر نباشه اسپیتون واقعا میبینید، حتی سر باس اول هم میبینید، نه باس آخر. ولی خب بچه من باس آخر را یکی دو بار اومدم بیرون، چون واقعا نمیشد اصلا. انقدر هم اسپام میشه هم دمیج خودشم خیلیه، بعد یه جوری میزنه که اصلا جون دیهم میبینه آقا تموم شد و مردی. اصلا سر همون دستت فقط با رو هیل باشه، فقط با خودش فایت بده. یعنی بخوای حالا با راه زنه دیگه هم که اسپام میشه فایت بده، واقعا کارت سخت میشه. بچه ها ما رو بریم این باس اول که نیستش، ولی خب مقدمه است برای باس اول. بچه ها بریم که داشته باشیم. بچه این ویدیویی که خیلی ویدیو طولانی شده، ولی خب دیگه حفارانه دیگه یکم طولانیه دیگه. خب بچه ها بریم اینجا، یعنی یه جورایی مقدمه مثلا حالا چیزه باس اوله. اینجا ما سعی میکنیم که با پخشن همون سنگر بزنیم به اشکالات، یعنی به چند نفرشون بچه دمیج رو بدیم. تو اینجا یه هم مثلا میگه آقا 200 نفر با هم میریزن، موقع مجبور که سنگر رو یعنی همراه داشته باشه. خب مثل اینجا بچه کردن چند نفری میزنن، ما مثلا با سنگر بزنیم خیلی بهتره تا مثلا همین اسکافیل بخوایم دونه به دونه بزنیم. خب 3-4 نفرن بچه. اینجا حالا که یکم جلوتر بریم، بله اینجا بچه ها میگه که باید این دینامیت ها رو، این جعبه های دینامیت رو بذاریم بغل این ورودی ها بچه ها، که حالا بتری کنیمش کلان راهزن اینجا اسمان نشه بیاد. یه فکر کنم 3 تا هم هستش. بله خب بچه ها بریم. بچه ها اینجا اصلا به این که بخواید باگ دیوار بزنید، چون اینجا باگ خیلی باگ نه که بخواید باگ دیوار بزنید، اینجا فقط باید سری فقط باید این ورودی رو باید بتری کنید بچه ها. همیشه هم از آخرین ورودی شروع کنید بچه ها. خب اصلا نگاه کنید سایش بزنید که خیلی راحته، اصلا واقعا خیلی راحت میشه این رو بزنی و برید سراغ راهزن بعدی. خب اینم از این اولی رو بذاریم، سریع بریم بتری کنیمش که تو راهزن نیامده، سریع بتری کنیمش بچه ها. اصلا نمیزنن که اصلا صبر نمی کنن ما بتری کنیمشون. بله مثلا اینجا حواستون به هیل نباشه سریع میبینید. البته من بار اولم که بود، بار اولی که اومدم این دفعه قبلی، سر اینکه غذا کم بردم یکم حالا اونورم که دمیجم یهو دمیج زیادی رو بهم داد، باس آخر ولی مردم. یه باس یعنی واقعا بار اول که اومدم باس آخر مردم، ولی خب اومدم و دیگه یکی دور اومدم بیرون، دور رفتم داخل زدمش خیلی راحت بود. بعدم اولش که چون خیلی قشن نمیدونستم باس آخرم بود مردم بار اول. خب اینم بچه ها بریم بذاریم اون که ورودی و مسدودش کنیم. اینم بذاریم که دیگه اون نزدیکی میمونیم، نزدیکتر میذاریم و دیگه تمومه. بیا بازم اصلا اینجا بچه ها بخواید صبر کنید. اوه نزدیک بود اینجا بمیرم، یعنی واقعا نزدیک بود اینجا فاتحه هم خونده میشه. بچه ها من به یه نتیجه که رسیدم، حیوان خونه که همین تمسا خوبه، چون شما من الان بار اول که اومدم خرس کودی که مردم، واقعا اصلا هنوز به باس اول نرسیده مردش. اینقدر یعنی جونش زود
تموم شد با یار که جونش هم خیلی هم زیاده، باز شاید دمیج خوبی بزنم، دمیجش مثلا 1000 تا از تمساح بیشتر باشه ولی واقعا نمیارزه. مثلا کلا خرس الان فهمیدم خرس اصلا نمیارزه، فقط تمساح. ولی خب تا قبل اینکه تمساح نشه باشین مجبور از خرس استفاده کنید چون هیلتون هم میره بالا، ولی خب دیگه کراکن هم باز زیاد مصرف کنید برای خرستون. ولی خب قبل اینکه تمساح داشته باشید خرس خوبه، ولی بعد اینکه تمساح گرفتید دیگه کلا با تمساح تو دمیجش نسبتا خوبه. چی شد؟ دمیجش بچه نسبتا خوبه، بد نیست بچه. اینم از فقط آخریه میمونه بچه. این معدنچی ها خیلی اصلا راحت هست، خیلی راحت میشه اینا رو زد واقعا، اصلا خیلی راحت بچه. اینم تموم کردیم، اینا رو برداریم سریع بریم که بچه زمان خیلی کمه، ها سریع تموم کنیم. خب کنم باید این برداریم، اصلا یادم نیست هنوز باید کدوم برداریم. این وره همین وره، از این ورودیه باید بریم بالا فکر کنم، بالای پایینش نه پایین داره. بله اینجا فکر کنم، آره اینجا میریم برای باس اول. حالا باز خوبه که واقعا یعنی اسکافیلد کارو در میاره بر راهزن. چون این وسایل اضافه رو میزنیم داخل صندوق، همراهمون نباشه چون که حالا هر باسی رو که میزنیم کم منابع داره اونجا که با اونا رو برداریم، میزنیمش کلا همه رو میزنیم اینجا. خب اینم بزنیم تیرانداز. ولی بچه من حس میکنم حفارون رو بیشتر از فرقگره ها دوست دارم، یعنی راحت تر که شاید هم زیاد راحت تر نباشه، بالاخره طولانی تر از فرقه بوده، ولی خب باز حس میکنم اینجا مثلا بهتر از فرقه است. ولی خب فرقه هم خوبه، فرقه لحاظ تایمی خب بهتر از اینه. آره دی اونجا مثلا 12 دقیقه است، اینجا 23 دقیقه راحت بود اینجا، یعنی فایس بدی و یعنی راهزن بزنی، یا فقط باس نیست، خیلی چیزای دیگه هم واقعا داره. سگاشو خیلی تو مخه فقط. خب اینم از این بچه. اینجا آخر اصلا میگم کلا دینامیت هم آوردم اینجا چون چند جا رو باید بتره کنم که یکم تنگستن داره که برشون داره، مثلا همینجا که هستیم تنگستن داره، نیکل داره، اینا رو میگیم ور میداریم. بله معدنچی بز خر، واقعا چی اسم میخوام در روهای راهزن؟ بز خر چیه؟ شبیه فوشه اسنایپ. حالا باز چون ما رو لباسمون چیز داره، مقاومت اسب گرم داره، باز خوبه. اگه لباسای دیگه باشه که اینجا کلا میتره که اصلا میپاشه. اینجا 2 تا سگ افتادن دنبالمون، یا خدا. بچه سر همین اینجا سنگر خیلی اینجا جوابه، حفارا خیلی جوابه. حالا تو شاید داخل فرقه هم حالت جوابه، برای باس تمساح اونجا فقط جوابه سنگر، ولی بقیه بافش دیگه هم با وینچستر راحت میزنیم. بچه این باس اوله، اینجا فقط ما شمشیر افسر نیاز داریم چون سلاح دیگه رو نمیخوایم به هدر بدیم، چون که باید 3 تا ژنراتور باید اینا رو بتره کنیم. باید سریع بریم که این تمساحمون هم بیاد که بالو گیر نکنه. خب هیلمون هم اوکی کردیم. اینجا هم دوباره تصویری میاد بچه ها که میگی آره باید این ژنراتور رو باید مثلا چیز بتره کنیدش. قفل بقیه رو باز کنیم، باید ژنراتور رو نابود کنیم تا این باس اول بیاد پایین و باش دوباره فایت کنیم. خب بچه ها بریم دیگه، بزن یا تا خواستیم بزنیم راهزن چیز اسپان کرد. بابا یه خوب وایس آقا اینو بزن. خب بریم بزنیم بچه ها، بریم. دوباره این انداخت. مثلا یه جایی هم که وای میستیم نمیزنه، باید حتما برید بغلش وایسی تا مثلا دمیج رو بزنه به ژنراتور. یه باز اسپان کرد، حالا ما اینا رو بزنیم دیگه، چاره ای نیست دیگه.
خب بزن تمسا هم به خدایی داره خوب دمیجی میده. اندازه دمیج حالا خرس کودیه که کمتر ولی خب دمیج میده. خب بله این بچه ها دیگه دینامیت رو میندازه هی جابجاشی رو هی دمیج بدید هی به جنراتورها، یعنی وای نسید یه دونه رو فقط بزنید. این معدنچی ها راحت هم باز حالا دمیج آنچنان زیادی بهمون نمیدن. حالا اینجا نمیزنه باید حتما بری بغلش وایسی. باز دینامیت انداخت، تقریبا نصفش خالی شد. اون یکم که تمسو داره خالی میکنه با دوباره 3 تا دوباره معدنچی. حالا باز اینا راحتن، اگه چیز مثلا راهزنهای دیگه بیاد یکم سخت‌تر میشن دیگه، دمیج بیشتری بهمون میدن. دینامیت پشت دینامیت. بله تمسایمون یه دونه ترکون، اینم که آخرشه، اینم بزنیم و بریم سراغ بعدی و تموم شد. باس اولو بزنیم. خب اینم از البته اونم تموم شد. جنراتور دومی هم تموم شد. سومی هم بزنیم. یا خدا دوباره انداخت. بچه اینجا هرچی سلاحتون قوی تر باشه که بتونید بزنید زودتر تمامش کنید خب خیلی به نفعتونه. ولی خب من نخواستم از سلاح ها استفاده کنم اینجا، گفتم با همین شمشیر افسر میزنمش. خب بچه اینجا اومد الان دینامیت رو میندازه که بچه ها سعی کنید حالا گوشه ها بایستید که مثلا وقتی دینامیت رو میندازه بره سمت گوشه. حالا مثلا من وسط جای وای نستید چون یه این راهی ندارید که برید وایسید. حالا این گوشه که داره که میندازه باز خوبه، یه جایی هست وایسید. اینم بچه ها بیه باز اول هم تموم شد خیلی راحت. خب اینم از این بچه ها. بریم کلا یه دونه 2 تا شربت دو. خب بریم وسایل رو بذاریم. وسایل هم که اینجا هم هستن برداریم بریم میزیم داخل صندوق. خب بچه ها فکر کنم با اینجا بریم. بریم سراغ باس دوم. خب وسایل هم داریم اینجا. لباس همون عوض. بچه اینجا کلا 3 ست که میاری 2 ستش برای باسه، یه ستش هم برای راهزنه. حالا اینجا ما آخر سر هم میبینید که یه ست کمتر هم حالا میبینه آخر سر. خب بچه بریم سراغ باس دوم. اینجا یکم انقدر تو در تو نمیدونه از کجا بره از کجا بیاد. دومین بارمون هم هست هنوز درست متوجه نشده. اینم بزنیم بریم بچه ها. این باس دوم باس کودیا که به نظر من بهترین باس، یعنی من خیلی راحت تر بودم توی این باس تا مثلا باس اول یا مثلا باس آخرم. باز با اون روشی که گفتم بچه بازی بیاد بیرون به داخل اسمان نشن خیلی سر از زود انسان دمیج خیلی کمی میخورید. دمیج خیلی کمی یعنی که لباستون خیلی مثلا دیرتر مثلا خراب میشه. ولی خب باس اول تو این باید جنراتور رو مثلا بزنی خب کم طول میکشه. ولی خب نه باس دوم واقعا سخت نبود برای من، مخصوصا همون کودیا کاش. ولی خب اینجا بچه ها تو راهش خیلی راهزن خیلی زیاده، مواظب باشید که یعنی اسپیتون خیلی کم نشه یهو بمیرید بچه ها، چون اینجا واقعا خیلی اذیت میشه توی راه رو. پر راهزن و سگ و اینا میافتن دنبال تو، یعنی که یه حیوان خواهی همراهتون نباشه تکی بخواد بیاد اینجا اصلا اذیت میشه. خب اینم از این. من موندم رد 6 ولی خب لباسای باس رد 3 کنم به خاطر سرماش باشه چون اینجا یکم سرده. ولی خب اچ پی شون بالاه دیگه، بالاه مثلا خیلی بالا، الان نمیدونم دقیقاً چقدر ولی خیلی بالاست. این سگا هم بذاریم، سگ بالا اینقدری که این اچ پی داره راهزناش اچ پی اینقدر نداره. خب اینم از این.
بچه حالا ما بیا رفتم روی این تله. بچه هرچی هم هست بچه بردارید دیگه استفاده کنید. خب بچه لباسمون عوض کنیم بریم سراغ باس. بچه اینجا فقط باید سریع دمیج رو بهش بدید. بچه یه چیزی جالب، تمساح پشت در گیر کرد. یعنی این تمساح فقط یه بدی داره، سرعتش خیلی پایینه. حالا شانس من بدبخت پشت در گیر کرد. حالا با تنهایی باید با این 3 تا کودیاک فایت بدن. حالا کودیاک که بماند خدا حالا باسم هست، ولی بچه بازم برای راحت بود. با این حال که تمساح بیرون بود، ولی بچه نها کنید دور این ستونه این میگردونیمش که راحت تر بزنیمش. دقیقا دمیج تهش یه دونه بود، دمیج یه بخوالا نام دمیج بوده، بیشتر از یه بار نباشه. بچه جونش خیلی کم شده، ولی بازم هر کاری کنید میره برای خرس سوم. مگه اینکه دیگه سلاح پارابلمو بگیرید مکسش کنید که راحت تر باشه. این گوشه گیرم انداختن، یعنی نزدیک بود که بمیرم واقعا. اینم از کودیاک، اینم از باس دوم بچه ها. خداحافظ باس، تموم شد، تمام. بچه این پوست موستارم برداریم. خیلی مثلا پوست ما الان نیاز داریم، یعنی شدید نیاز داریم، چون اول روش 6 هم هستیم. چرمایه روش 5 هم که واقعا نصف بیشش رفته، خیلی کم مونده. حداقل اینو جمعش کنیم که الان که تا الان سلاح ها رو بگیریم که این لباس اینا رو بسازیم، این لباس کمیاب رده 6 رو بسازیم که حداقل علاوه چرم به مشکل نخوریم. یه جمع کنید دیگه، هرچی هست جمع کنید. خب بچه ها بریم وسایل بذاریم که بریم برای باس سوم. آره فکر کنم باید اینجا بریم. نه اینجا فکر کنم پایین بود صندوقه، نه اشتباه نکنم. بله اینجا بود. اصلا دارم فراموش میکنه. بچه هرچی وسیله هست بذارید جز کراکر و هیل و لباستون بقیه رو بذارید اینجا، چون نیازی نداریم که بهش. بچه که نگاه کنید، من با این حال که این همه کراکر مردم برای تمساح، ولی باز خیلی کمتر کراکر مصرف کرده. واقعا تمساح خیلی خوبه. حالا اگه شانستون بخوره ابیلیتیه مثلا یار حماسی چیزی مثلا بهتون بده که واقعا حرف نداره. حالا من این 25% این چیز یارم، یعنی معمولیه این ابیلیتیش، ولی اگه حماسی باشه خیلی خوبه، سریع لول اپ میشه. هنوز من 112 موندم بعد این همه لوت و خب بچه ها اینجا باید دوباره یه چند تا دوباره در چیز باید دوباره بتری کنیم، گذرگاه حالا دروازه هرچی که هست و اینجا تهش و اینجا میشه یه باگر دیواری زد، ولی خب اینجا فقط باید سرعتی کار کنیم. خب اینا رو بزنیم. حالا لباسمون رو قرمز شده باید عوضش کنیم. معدن چی واقعا اصلا هم اسمشو خوبه هم واقعا راحته. بچه هر بوتی ها رو من انقدر موقعی که اومدم بعد 6 انقدر بوتی جمع کردم که نبود. یا مثلا هر نفر شده 2-3 تا مثلا بهتون بوتی میده، ولی مثلا ردای مثلا 3 و 4 باشی کلا تهش بگی 2 تا یا اصلا نداره اصلا بوتی، مثلا بوتی نداره. بعد اینم ساش میداره بچه خیلی راحت تر از راحت که دیگه. الان ضربه بحرانیش حالا زیاده ولی خب باز میشه جای خالی داده بزنیمش. بچه اینم که اولین دینامیتی بچه داریم میتره کنیمش، ولی بازم الان تا بخوای بتره کن دوباره راهزن اسپان میشه. بفرما اصلا غیر ممکنه که بتره کنی راهزن اسپان نشه. اینم بزنیم بریم سراغ گذرگاه بعدی. فقط بچه
حرکت تو برف خیلی ضعیفه که اونم باید مهارتش باید بریم یاد بگیریم با کتاب. حالا راحت‌تر یعنی از برف و رد شدنی اینقدر طولانی نشه، اینقدر سخت نشه رد بشیم. بچه‌ها ببینید با 3 تا مثلا بطری داد یه راهزن، خب خیلی بچه‌ها راحت‌تر میشه مثلا بطری آب جمع کرد باشه، مثلا حالا الکل ساخت، حالا برای نوشیدنی ساخت، ترکیبات گیاهی ساخت، حالا هر چی کلا نیازه بطری. تا رده 1 باشه، رده 7 باشه، 8 باشه، 6 باشه، هر رده‌ای که باشه بچه‌ها بطری نیازه. بچه‌ها لباس عوض کنیم. بچه‌ها اینجا خواهشاً یعنی الان اینم بهتر کنیم بعد بریم برای باسه آخر. اینجا بچه‌ها خواهشاً 2-3 بار حداقل از بازی بیاد بیرون. یعنی وقتی که مثلا دمیج رو بهش میدید، وقتی میبینی اسپام میشه، زیادم اسپام میشه اونورم مثلا براتون دینامیت هم میندازه، حتما بازی بچه‌ها ببندید. خواهش میکنم ازتون. یعنی تو وقتی که سلاح پارابلم رو نگرفتی بچه‌ها مکس نکردید یا هنوز ست لباس کمی باشه نگرفتید مکس نکردید نپوشید بچه‌ها، هرگز اینجا با یه بار فایت ندید بچه‌ها. اینجا 2-3 بار هر راحت بیاید بیرون. وقتی که اسپام میشه میاد بیرون دوباره برید داخل، مشکلی که نداره. کلا شاید 2 دقیقه وقتتون رو بخواد اینجوری بگیره، ولی خب اینجوری هم دوام لباستون خیلی مثلا کمتر میره، هم راحت‌تر میزنیدش دیگه. حداقل میگه آقا نمیمیرید، ولی اونجوری هم دمیج خودش هست، هم دمیج اون راهزنا هست که اسپام میشن، هم دینامیتی که میندازه. خب دیگه بچه‌ها حواستون رو پرت میکنه و دیگه یهو دیدید که مردید. خب بچه‌ها بریم باس آخر هم بزنیم ببینیم طرح چی میده، ببینیم به اون طرح پارابلمی نیزه چیزی به اون میده که ارزش داشته باشه نه. بیا خواستیم بزنیم اسمان شده، یعنی بابا یه دقیقه وایسا ما اینو به یه دمیجی به این باس بزنیم بعد بیاید. خب بعدن چیه؟ خب و بچه اینجا تمسا هم که را جونش هم کمه که به حداقل چون بالاخره تمسا که باشه با باس حداقل درگیر میشه، ما حالا فرصت پیدا میکنیم بچه که مثلا بهش دمیج بدیم. خب بچه ها من دیگه کردم، من اولین اومدن بیرون دوباره رفتم تو این نصفه هاشه دیگه. بچه اینجا هم دوباره ما میریم بیرون، دقیقا دوباری شد، ولی خب دیگه این دیگه آخرش شد دیگه، اینو میزنیم و بچه تمامش میکنیم. بچه خیلی راحت تره. خب الان بیا افتادم زمین، یه نزدیک بود که واقعا بمیدم دوباره، شانس بردم واقعا. خب بچه دیگه تموم شد، کشتیمش بچه ها تمام. خب اینم که میگه پاکسازی کردید لانه حفارونا، خیلی هم عالی. بچه ببینید طرح چی میده بچه ها، من خیلی دوست دارم ببینم فقط طرح چی میده یا ماژول اون چی میده. کدوم ور بود؟ من بچه فراموش کردم اصلا دارم کجا دارم میچرخم. نه سمت راست، نه سمت راست که نیستش، همون چپمونه، اصلا حواسم نیست، فراموش کردم یه لحظه. خب بچه ها بریم. بله الان درست شدش. خب بچه ها ببینیم چی میده بهمون. بله چقدر واقعا وسیله هاشم بد نیست خدایی، 8 تا مثلا تنگستن و سنگ و خب بچه ها اینم از کفش کمیاش. بچه ها امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد بچه ها خدا نگهدار.